دکتر ممکنه السلام علیکم. و علیکم السلام خاله جان. بید مرحمت گذارید خاله جان گذارید. چخیر خاله جان، سلامتتون ناز؟ همتون تینج، خانه ها تینج، نبیره ها تینج؟ بید خاله جان. خاله جان، من شما رو برای این دعوت کردم که من دوام 15 روز می شود شوهرتان در این بیمارخانه ما طبابت میگیرن و شما با خاطرستان کردنم در کار که سلامتی شوهرتان خاله جان خیلی بد اون چیزی که از دست ما می اومد ما یاردم کردیم. این وظیفه ما از خاله جان. ایا اون طرفش اکن تقدیر نصیب خاله جان. برای همین من شما رو دعوت کردم. اگه پیش پاهای دکتر مرام در دیده های دکتر مرام یه حساب کنید که همین مرد که من نمراد پیش پاهای دکتر مرام چکای میکنید همه یه حساب کنید که همین مرد که من نمراد پیش پاهاتون مرام. خاله جان، من شما به گفتم که یگان علاجش نیست خاله جان. ما اون چی که از دست ما اومد یاردم کردیم خاله جان. استید که خاله جان شما همین شوهرتان را اقا بسیار دوست می‌دارید خاله جان. پیش پای دکتر مرام دوست داشتن اونجا استاد رو مسیحای مرده که من از تمام مردم قرضدارم. آیا میمورد و صاحبای پول میبیان رو مسیحا و من دیوونه میشم.